سلام دوستان، امروز باز و بست استارت پارس تیو 5 رو داریم. با این ایراد که استارت نمیخورد با هم استارت رو باز میکنیم و مراحلش رو با هم دیگه انجام میدیم تا همه دوستان ببینیم. خب ببینید استارت چقدر داغون و کربکثیفه. ببینید تو مرحله اول ما تمامی استارت هایی که باز میکنیم تو مجموعمون شستشوی کامل 0 تا 100 رو انجام میدیم، جوری که انگار تازه از درب کارخونه تولید شده و اومده بیرون. پیچ های بلندی که از پشت استارت وصل شده به کله استارت باز میشن همونطور که ملاحظه میکنید. بعد پیچ شماره 8 روی اتوماتیک استارت که خروجی اتوماتیک استارت وصل میشه به جاذقالی استارت که آرمیچر رو به حرکت در بیاره، اونو باز میکنیم و تمامی قطعاتی که دونه به دونه باز میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم تا اینکه ایراد اصلی رو پیدا بکنیم و همینطور نقطه ضعفایی که وجود داره توی استارت به چشممون بیاد و متوجهش بشیم که خدایی نکرده بعد از اینکه استارت رو تعمیر کردیم و بستیم دوباره به مشکلی نخوریم. خب میبینید دو شاخه استارتش که خورد شده کاملا و دیگه قابل استفاده نیست، باید عوض بشه و اینکه اتوماتیک استارتش رو با هم دیگه تست میکنیم ببینیم سالمه یا نه. خب میبینید که دقیقا من پلاتین داخل اتوماتیک رو فشار میدم، صدای وصل شدن پلاتینا از طریق بیزر به گوشم میرسه. این یعنی چی؟ یعنی اتوماتیک کاملا پلاتیناش سالم. در وهله اول کاملا استارت و قطعاتش رو با بنزین میشوریم تا تمامی روغن‌هایی که روی استارت نشسته و صفر شده دوباره آزاد بشن، از روی استارت باز بشن. توضیحات کامل رو گوش بدین تا متوجه بشین. ببینید ما قطعات رو باز میکنیم، قطعات استارت رو چند وقت کار کرده و داخلش گرد و غبار یا کثیفی روغن هیدرولیک یا هر چیز دیگه درش میاریم و سرویس کامل با بنزین میشوریم، روغنکاری و گریسکاری و قطعات معیوب هم عوض میشه، مونتاژ میشه و استارت بسته میشه تن ماشین که ما این کار رو بیشتر به خاطر اینکه کارمون اصولی در بیاد و تمیز بشه کارمون اصطلاحاً ما این کار رو برای همه مشتری‌ها انجام پایین هر فاکتورمون ضمانت هر تعمیرمون رو می‌نویسیم. اگر مشتری ما تو اون تایم ضمانت دوباره به مشکل بخوره میاد پیش ما و ما ایراد رو کاملا رایگان براش برطرف. بعد اینکه استارت رو شستیم و مثل آینه شد، قطعات رو روی کارتون میذاریم تا اضافی بنزین ها از روش برداشته بشه و منتظر میشیم تا خوش بشه و ادامه کار. خب میریم سر مونتاژ کردن این قسمت رو با دقت تماشا بکنید. دوستان من یه توضیح کلی بدم. تیو 5 هایی که مدل بالا هستن از 93 به بعد با این نوع استارت ها بسته شدن، البته به تعداد زیادشون با این استارت هاست و تعداد خیلی کمی مثل پارس های سفارشی، پارس های سال و XU7 و اینجور داستان ها، استارت های گیربکسی که جلو بسته میشه از اون مدل استارت هاست و این مدل استارت هم که دارید ملاحظه میکنید به این شکل باید حتما مونتاژ بشه.
دوستان اگر این پیچ ها خیلی سفت بشن استارت تحت فشار میره و آرمیچر نمیچرده و به استارت خیلی فشار میاد. حتما به اندازه لازم سفت بشه. خب پیچای اتوماتیک هم میبندیم و همینطور برق آرمیچر رو از پشت اتوماتیک سفت میکنیم تا اینکه آماده بشه برای یک استارت طوفانی. خیلی ممنونم که همراه ما بودین. ممنون از نگاه زیباتون.